الله نگارم شاه عبدالله که پیر ذوالمنن باشد. نگارم شاه عبدالله که پیر ذوالمنن باشد. میان اولیاء الله به صدر انجمن باشد. خلیل آسا تواف کعبه مقصود می آرد. یقین دارم که جانانم حنیف بت شکن باشد. بنازم لطف یزدان را که در این فتنه دوران مجدد محیی دینش ز نسل پرچمن باشد. به خوش خلقی و دلسوزی همانندش نمی بینم که بی رونق بساط سر و باغ و یاسمن باشد. جهاد اندر ره حق را چنان با فرض کامل کرد. خلاف شرع در فعلش نه حتی یک سخن باشد. به شیرینی گفتارش میان خیل عاشقان براید گر شمارم من هزاران کوهکن باشد. رضای پیر دوران را همیشه آرزومندم. خداوندا به تقدیرم رضای پیر من باشد.